سلام، من پریسم، دوست کتابخونه شما. امروز یک کتاب خیلی خوب رو قراره معرفی کنم، کیمیاگر. کتابی که توی این چند سال اخیر خیلی قوقا کرد، خیلی خوششون اومد، خیلی حالا دوست نداشتن. کتابی که کلن میگه که آقا نشونه ها رو خیلی جدی بگیرید، نشونه هایی که توی زندگیتون میاد رو دنبال کنید. و این اولین کتابی بود که من خوندم. بعدش کتاب مغازه خودکشی رو خوندم و همینجور شروع کردم کتاب خوندن و این میخوام اینو کلا بهتون بگم که اگر راهتون گم کردین، این کتاب بهترین کتابه. من دو نشر متفاوتش رو دارم. این کتاب رو آقای عبداللهی به من داده که واقعا ممنونشون هستم. پیجشون رو این زیر تگ میکنم و اگر علاقه دارید به کتاب خوندن و نویسندگی، پیج من رو فالو کنید.